در دورا 22 ولاتان لرومای پایتخت ایتالیایش بو پلان 9 جشر داعش لعراق و سوریا و لیبیا دینن دجوین. او جوین و ایروب سروکاتیا وزیر دروه ولایت یگرتی وزیر دروه و هفکاریا نافدولتی ی ایتالیای پاولو جینتیلونی و با آمدابونان و نره یکیتیا اوروپی و نره سروک امریکا باراک اوباما ده هفپیمانیا نافدولتیا لدجی داعش ده بیلدار خستن. هروها هات راگهاندن کو دجوین دا و لسر قوناغ دویم یا شر داعش ورگنگ شکرن و تی پیش بینی کرن کو پلانکا 9 جشر داعش را بیدانین. گریزای به مجاره و کورت کرنه کی جبریارا بشداری کرنه د اپراسیون اسمانی ین هفپیمانی ناف دولتی یا لدجی داعش ده لسوریای هجمارک پارلمانتر و جالاکوان هولندی لمیدان دام لهولندای خوپیشاندانک لدرخستن. کو سروک هولندا بریدمکی اف بریار دابو. وان خوپیشاندران داخواز حکومت ولات خواکرن کو درباسی شره لسوریا و عراق نبا و کار لسر درباس کرنا آلیکارین مرووی بو باجارن دور پیچکری بکا هروها خوشکرناره لپیش چارەسەریەکە سیاسی جکریزا سوریا ایرا جبر کو چارەسەریە لەشکری و بهتر کشتن و ویرانکردن بخوره بینا. ایروژی فرمانداری هفپیمانی نافدولتی لدجی داعش راگهاند کو تنه ده هفتی بوریده 152 اپراسیون اسمانی لدجی داعش پیک آنینا جوان 48 اپراسیون لسوریای بون. هفپیمانی نافدولتی لدجی داعش ابسروکاتی ولایت یگرتی ده 22 مهانهان 2014 دست به اپراسیون خوا لدجی داعش لسوریای کر و تنها به هزاران پیگهن داعش کرن آرمانج. منال محمد آرک